با درود و سلام دوستان نهایت گرامی. امروز میخواهیم در رابطه با سیاست قومگرایانه و پشتونیزم طالبان چند نکته خدمت شما به عرض برسانم. ای که بخواهیم نخواهیم خواستگاه اصلی طالبان قوم پشتون بوده و مربوط به یک گروه قومی خاص میشه که قوم پشتون است و این گروه از دل این قوم برخواستند. امروز در مابین این قوم پرورش یافته و به عنوان یک کتله و یک گروه افراطی قومی و مذهبی تنده و مذهبی فعال شده و فعالیت میکنه و بر یک مملکت حاکمیت پیدا کرده. اما متاسفانه این گروه به عنوان ادامه‌دار سیاست عبدالرحمانی ستم قومی را بالای سایر اقوام از جمله هزارها روادار است. ما به این کار نداریم که طالبا مربوط به کدام گروه قومی میشه و اینا دیدگاه و ایدئولوژیشان چی هست و تا زمانی که احساس منیم که اینا دودش چشم ما را کور میکنه. البته این دود طالبا تنها چشم هزارها را کور نمیکنه، بلکه دود طالبان چشم سایر اقوام را همچنان کور خواهد کرد که امروز چشم هزارها را کور کرده. متاسفانه ستم‌های مختلف طالبان بر مردم روا داشته، از جمله ستمی که در طی 5 سال بر زنان روا داشته. اینا چیزی بودن که مردم بسیار به سختی قورت کرده و قورت کردن و تحمل ازی برای هیچ کس آسان نیست، اما مردم در یک مجبوریت قرار داره. مردم در مجبوریت این قرار داره که چیکار کنیم. اما متاسفانه ستم طالبان تنها بر اینمیت اتمام پیدا نکرد که تنها در حوزه ممانعت زنان از کار، از آموزش و محدود کردن محدودیت های مختلف، ممانعت بر ساخت و ساز در مناطق هزاره‌نشین و سایر ستم هایی که کارمندان اداری و دولتی هزارها را از ادارات اخراج کردند. اما متاسفانه امروز اصل موضوعی که طالبا ادامه رای عبدالرحمن را همچنان ادامه میده و این رای عبدالرحمن غصب سرزمین هزارها است. امو رقم که عبدالرحمن سرزمین هزارها را غصب کردن، امروز طالبا متاسفانه در منطقه بامیان رفتن مردم را به صورت اجباری از خانه هایشان کش دادن و در کنار از در ناهور مردم ها را مجبور کردن که باید از خانه های خود کوچ کنه و ما متاسفانه اخبار دیدیم که یک جوان را در بیسود به قتل رساند و این قتل هم توسط کوچی ها صورت گرفت. حالا کوچی کی هست؟ کوچی طالب پشتونی است که با حمایت طالب امروز سرزمین هزارها و سرزمین سایر اقوام را تحت تصرف خود قرار داده و ستم نابخشودنی برای این مردم غیر پشتونی روادار شده. من امیدوار هستم که روزی ورق تاریخ رقم بخوره و این ستم روزی به اتمام برسه، یک بیداری جمعی ورق بخوره و یک بیداری جمعی ایجاد شود تا ملیت های غیر پشتون بر علیه ستم طالبان ایستاد شود و به این زورگویی و ستمکاری طالبان نبگوید و این همت و شجاعت مربوط نسلی هست. این نسل که ما هستیم. ما اگر اینمی غیرت و شهامت را به خود خرج بدیم و نسل ما اینمی غیرت و شهامت به خود خرج بده، من یقین دارم که طالب بیشتر از این گستاخی نمیتونه. پشتون بیشتر از این ما به صورت مشخص میگم گستاخی نمیتونه، چرا که بسیار از دوستا محافظه کاری میکنه، مگه مبادا دل یک دوست پشتونی ما رنجیده شوه. چی بخوایم چی نخواهیم، یک واقعیت عینی اینمی است که امروز طالب و پشتونا در قالب طالب ستم بر دیگران میکنه و پشتونا در قالب طالب امروز ظلم بر دیگران میکنه. پشتونا در قالب طالب امروز هر نوع بدرفتاری که بر علیه مردم غیر پشتون روادار میشه اینا انجام میده. یک واقعیت است. دوستای پشتونی ما، روشن فکرای پشتونی ما، بجای این که از ما آزرده میشه باید رای اینمی گروه های تنده و افراطی و قومی را بگیره، اجازه نده که بر علیه سایر اقوام ستم از بیشتر شود، وگرنه دهه 70 در افغانستان یک بار دیگر تکرار خواهد شد و این زورگویی به اتمام خواهد رسید، همون طوری که زورگویی و پادشاهی عبدالرحمن
به اتمام رسید. همانطوری که پادشاهی نادرخان به اتمام رسید، یک روزی خاتمه پیدا کرد و صدای عدالتخواهی از گوشه گوشه سرزمین ما بلند شد و مردم بر علیه ستمکاری ظالمان ایستاد شد. قدرتشان نابود کردند و کاخ سلطنتیشان را نابود کردند، پادشاهیشان را از بین بردند و این افراطگرایی طالبان را خواهد از بین برد، همونطوری که در دور قبلی از بین برد. همانطوری که در دوره جهاد و در دهه 70 بر علیه زورگویی نگفت و برای عدالتخواهی ایستاده شد، خونشان ریختاندن. بناهن حوصله مردم کم کم لبریز میشه و خواهش ما از روشنفکرای پشتون این است که رای زورگویی و قلدری گروه تندرو طالبان و جاهلان قومی خود را بگیرند.